بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه دوستا به امید از اینکه همه جور و صحتمند و سرحال بوده باشه. امروز در ادامه بحث ها یک موضوع را اشاره میکنم، موضوع مشتقات کسری ده. گرچه در ویدیوی قبلی ما باره مشتقات کسری حرف حدیث های خود داشتیم، امروز میخوام کوتاه و مختصر درباره تاریخچه ازی بیان بکنم. وقت زمانی که لیبنیز مشتق معمولی خیش به شکل دی به نمای این وای بر دی به نمای دی ایکس به نمای این نوشته کرد، برای هوپیتال یک سوال خلق شد. گفت که حالی این مشتق به معمولی تعریف میشه و یا مرتبه از او صحیح است، درست است. اگر در صورتی که این مرتبه صحیح نباشه، یعنی به شکل 1/2 یا مثلا 0.5 یعنی به 7، یعنی به شکل کسری اشار اگر نوشته شود، چی واقع میشه؟ پاسخ لیبنیز به این بود که شاید ایده جدیدی الان در کله ما یا در ذهن ما موجود نباشه ولی بعدها از این بسیار گپ ها و مفاهیم بسیار خوبی رشد خواهد کرد و اینمی باعث شد که دریچه خوبی را ای آدم ها برای رشد مشتقات کسری باز کردن و مشتق کسری امروز نظر بر نیازی پدیده ها خوب رشد کرده که در مفاهیم پدیده هایی که دارای حافظه هستند مورد مطالعه قرار میگیره. مثلا از قبیل بحثی مفاهیم بیولوژیکی بدن هست. مثلا اگر شما دیروز زیاد کار کرده باشین، خستگی را امروز شما احساس میکنین، یعنی اثری خستگی را هنوز هم احساس میکنین. به این معنا که این بدن خاصیتی یک دارای حافظه هست، یعنی گذشته را فراموش نمیکنه. این قسم پدیده ها را کنترلش و بررسیش و تحلیل تجزیهش مشتقات کسری بدوش داره. یعنی مشتقات معمولی دارای حافظه نیست، فقط وضعیت حال کنترل میکنه و به وضعیت گذشته یا به رفتار گذشته یک پدیده یک تابع نظر نمیندازه. این حال برای درک بهتری مشتقات کسری بهتر است که چند مفاهیم مقدماتی را ما بلد باشیم. از اون جمله تابع گامای اویلر. تابع گامای اویلر تابع گامای اویلر یا انتگرال نوع دومی اویلر به او مشهور است، به شکل ذیل نوشته میشه. گامای x مساوی میشه به انتگرال 0 تا b نهایت t به توان x منفی 1 ضرب e به توان منفی t ضرب dt هست. این تابع برای x هایی که معمولا بزرگتر از 0 هستند همیشه متقارب هستند و برای x هایی که کوچکتر از 0 هستند متباعد می باشه. خواصی که تابع گاما داره از جمله خواصاش است که گامای x جمع 1 مساوی می شود به x گامای x است. مثلا من این مثال داشته باشم، گامای میتونم 3/2 را نوشته بکنم که گامای 3/2 مساوی می شود به گامای 1/2 جمع 1 مساوی می شود به 1/2 گامای 1/2 است. ایده به نام رابطه بازگشتی هم نیز یاد میکنم. خاصیت دیگرش این است که مثلا اگر من خاصیت دومش گامای n جمع 1 مساوی می شود به n فاکتوریال است و خاصیت دیگرش هم گامای x مساوی به x منفی 1 فاکتوریال هست و خاصیت دیگرش هم گامای 1/2 مساوی می شود به جذر دومی پای هست و خاصیت دیگرش هم برای تابع قیمت های منفی به شکل زیر نوشته میشه گامای x جمع 1 که بر x است و این x نباید برابر 0 باشه. چیزی دیگری که من در اینجا میخوام یادآوری بکنم ایست که تابع گاما برای اعداد تامی که منفی باشه تعریف نمیشه. یعنی به این معنا x ما نمیتونه برابر 0 و منفی 1 و منفی 2 و منفی 3 و غیره مفاهیم بخواد بگیره، برای تعریف نمیشه. این بود یک کوتاه معرفی تابع اویلر. انشاءالله تعالی در جلسه بعدی روی
اثبات این ویژگی های خواص و مسائلی از او و کاربردش در قسمت حل انتگرال مغلق و پیچیده به خیر میپردازیم. با امید از که این ویدیو را به شکل کوتاه که ما حدود 5 دقیقه بیش ترتیب نمودم سیل بکنین و از داشته های ما هم شما هم مستفید شوین. به خیر و سربلند باشید.